بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. تاکید معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه بر ادای مسئولیت‌های مسلکی و انسانی در شفاخانه‌ها. آغاز کار استخراج معادن بیروج در مربوطات بازارک ولایت پنجشیر. و گفتگوی تلفنی رئیس جمهور روسیه و رئیس دولت امارات متحده عربی. سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 ماه ثور سال روان هجری خورشیدی است. من زلمه عزیز هستم و مشروع خبرها. مولوی عبدالولی حقاری معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه از شفاخانه تخصصی استقلال و تداوی بیماری‌های روانی دیدار کرد. وزارت صحت عامه میگه که آقای حقانی از مسئولان صحی و کارمندان این شفاخانه خواسته است تا با بیماران برخورد نیک داشته باشند و مسئولیت‌های مسلکی و انسانی خود را با صداقت انجام دهند. ریاست معادن و پترولیوم ولایت پنجشیر اعلام کرد که کار استخراج معادن بیروج در مربوطات بازارک مرکز این ولایت آغاز شده و به زودی استخراج معادن بیروج در دو ولسوالی پنجشیر نیز آغاز خواهد شد. به گفته مسئولان این ریاست در حال حاضر 10 معدن بیروج در مرکز و ولسوالی های عنابه و آبشار پنجشیر تثبیت شده است. گفتنی است که در حال حاضر علاوه بر معادن طلا، زمرد و بیروج معادن 17 نوع سنگ قیمتی دیگر نیز در این ولایت تثبیت شده است. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در ولایت‌های غور و بادغیس به هدف تقویت و گسترش خدمات صحی با مؤسسه AYSO قراردادی به ارزش بیش از $492,000 امضا کرده است. به گفته این وزارت این قرارداد به هدف ارتقای کیفیت خدمات صحی، افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی و کاهش مشکلات صحی شهروندان برای مدت 1 سال عقد شده است. و در واپسین خبر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد ابن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی به صورت تلفنی گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه کرملین در این تماس تلفنی دو طرف پیرامون مسائل مربوط به بحران خاورمیانه و ایران گفتگو کردند. در خبرنامه آمده که دو طرف بر اهمیت روند سیاسی و دیپلماتیک به هدف دستیابی به صلحی که منافع مشروع همه کشورهای منطقه در آن در نظر گرفته شده است تاکید کردند. ممنون از توجهتان. سر به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و ایکس بزنید. از مهمترین های افغانستان، منطقه و جهان نیز آگاه شوید.